مادر، ماکسیم گورکی. رمان مادر داستانی اجتماعی و انقلابی است که در اوایل قرن 20 و در فضایی از ظلم و نابرابری طبقاتی در روسیه تزاری روایت می شود. شخصیت اصلی آن پلاگیا نیلوونا ولاسووا زنی از طبقه کارگر است که سالها در ترس و سکوت زیر سلطه شوهر بداخلاق و الکلی‌اش زندگی کرده است. پس از مرگ شوهر او با پسرش پاول تنها می‌ماند. پاول جوانی باهوش، ساکت و کنجکاو است که در کارخانه‌ای کار می‌کند. پاول به تدریج به اندیشه‌های سوسیالیستی و انقلابی گرایش پیدا می‌کند. به مطالعه کتاب‌های ممنوعه روی می‌آورد، با کارگران آگاه و انقلابی ارتباط برقرار می‌کند و در جلسات مخفی شرکت می‌نماید. پلاگیا در ابتدا از رفتارهای پسرش نگران است و درک درستی از اهداف او ندارد، اما آرام آرام با دقت و علاقه به گفته‌ها و رفتارهای او گوش می‌سپارد و خود نیز دچار تحول درونی می‌شود. عشق عمیق مادری همراه با بیداری تدریجی آگاهی اجتماعی باعث می‌شود که او نیز به آرمان‌های پسرش ایمان بیاورد. او با شجاعت وارد مبارزه انقلابی می‌شود. در پخش اعلامیه‌ها، انتقال پیام‌ها و حمایت از دیگر مبارزان نقش فعالی ایفا می‌کند. در جامعه‌ای که زنان معمولاً منزوی و خانه‌نشین بودند، مادر به نماد قدرت، مقاومت و روشنگری تبدیل می‌شود. در نهایت پاول و بسیاری از یارانش دستگیر و محاکمه می‌شوند، اما پلاگیا پس از آن نیز از مبارزه دست نمی‌کشد. او در شهرها و روستاها سفر می‌کند، پیام عدالت‌خواهی را به گوش مردم می‌رساند و حقیقت ستم‌ها را فریاد می‌زند. در پایان رمان او نیز توسط مأموران دستگیر می‌شود، اما صدایش همچنان بلند است و روح او تسلیم نمی‌شود.